خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از چنل من. بچه امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که همین الان یه دونه گان لژندری بگیر. خیلی راحت، فقط کافیه که چند تا مولتی لژند کرده باشی با بتل که من نکردم و نمیتونم فعلا بگیرم، ولی آموزششو به شما میدم. خب ببینید اینجوریه. اینم بگم که قبل از شروع ویدیو حتما ویدیو لایک کن، چه من سابسکرایب کن و زنگوله بغلشم بزن تو ویدیو گذاشتن حتما وارد بیاد. خب نگاه شما اول روی این میزنید. وقتی زدید این قسمت بالا اینو میزنید و گزینه وسط وقتی بزنید اینجا مثلا بهتون میگه که مثلا شما وقتی همه رو لجن کنید بهتون گانو میده. حالا گانو چجوری باید بگیرید؟ شما روی این میزنید روی علامت سواله و اینجا دقیقا اینجا براتون یه گزینه میاد. وقتی روش بزنید گان لژن رو بهتون میده. حالا بذار ببینم من میتونم شکل گان لژن رو پیدا کنم. یه لحظه باشید. و بله بچه ها اینم از گان لژنی که قراره به شما بده. گان خیلی خفنی هم از خدا وکیلش و اینو بهتون میده دیگه. خلاصه این گانو بهتون میده. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یه سر به چنلم بزن، این ویدیو هم لایک کن اگه دوست داشتی، چنل منم ساب کن، اون زنگوله بغلش هم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم برسه به دستت. خب تا فیلم های بعد خدا نگهدار.